سلام و درود خدمت تک تک شما نیل تاروتی های عزیز و مهربونم و همچنین خوش آمد میگم به تک تک کسانی که برای بار اول کانال یوتیوب رو دارن تماشا میکنن. بهترین ها همگی خیلی خوش اومدید به این ویدیو و فال تاروت از کانال ما. بهترین های من داخل فال تاروت امروز قراره که با هم بررسی کنیم، ببینیم کسی که شما باهاش کات کردی یا رابطتون رو قطع کردید، قهر کردید، هر کسی که هست غیر از اینکه حالا رابطه کات باشه، هر کسی دیگه ای که هست دقیقاً الان چه حسی نسبت بهتون داره، چه حرفی توی دلش هست، میخواد چیکار کنه و همین الان اصلا داره چیکار میکنه. یعنی قراره بریم یواشکی نگاه کنیم ببینیم کسی که باهاش به اختلاف و مشکل خوردی در چه حالی و چه چیزایی تو ذهن و قلبشه. پس ازت میخوام تا آخر ویدیو همراه من باشی و حتما همین الان ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگولش رو فعال کن که از ویدیوهای بعدی جا نمونی. خب قشنگای من، در ابتدای این فال مدیتیشن همیشگی کانال رو انجام میدیم. ازتون میخوام که چشماتون رو آروم ببندید، حواستون به موزیک مدیتیشن باشه و زمانی که گفتم از بین اعدادی که بهتون میگم یک عدد رو کاملا رندوم انتخاب کنید بچه‌ها. خب قشنگای من، همین الان اسم کسی که میخواید راجبش بدونید رو تکرار کنید و یا چهرش رو تصور کنید. این کار رو انجام بدید بچه ها. روی فرد مد نظر تمرکز کنید، چهرش رو تصور کنید، اسمش رو تکرار کنید و حالا از بین اعداد 1 تا 9 یک عدد رو کاملا رندوم انتخاب کنید. خب بیش از اندازه فکر نکنید، اولین عددی که انتخاب کردید درست ترین عدده. کسایی که اعداد 1 2 3 این سه تا عدد رو انتخاب کردید، ببینیم که کیس احساسی کات شدت یا کسی که باهاش قهری الان در چه حالیه. خب کسی که در حال حاضر باهاش قهر یا کات کردی، با اینکه یک جورایی این قهر، کات یا حالا فاصله گرفتن رو نوعی رهایی از مشکل یا یک جورایی نوعی خلاص شدن از یک چیز بد میدونه، اما در حال نقشه کشیدن راجع به ارتباطش با تو و فکر کردن راجع به ته. و این میگه که این آدم در چهارچوب خونه و خانوادهش داره وقت میگذرونه، ولی در مورد تو هم انگار داره صحبت میکنه در همون چهارچوب خونه و خانوادهش. داره میگه که این آدم این قهر، کات یا فاصله گرفتن رو فرصت میدونه برای استراحت کردن، ولی به هیچ عنوان همچین قصدی نداره که دیگه بر نگرده. یک جورایی کارت دیول که یک کارت چرخه‌ای اینجا افتاده به معنای میتونه باشه که این آدم نقشه بازگشت رو داره میکشه یا یک جورایی اطمینان داره از این قضیه که بینتون کات کردن کامل نیست و جورایی بازگشت قراره که بین شما اتفاق بیفته. خب اما ببینیم که دقیقاً این شخص قصد و نیتش چیه و چه تصمیمی داره راجع به ارتباطش با شما.
خب این شخص در حال حاضر حسابی در حال جنگیدنه و فعلا سر جنگ و مقاومت کردن داره، ولی از اونجایی که کارت پیج آف سوردز افتاده به این معنا هست که این شخص میخواد یک کوچولو سخت بگیره اوضاع و شرایط رو، ولی در نهایت دنبال تکامل مسائل احساسیش با شما. یعنی جورایی این شخص چیزی که اینجا دارم میبینم رابطهش با شما رو یک رابطه سخت میدونه، ولی ترکیب کارت 8 of Pentacles و 10 of Cups داره بهتون میگه که این آدم دوست داره که دقت و تمرکزش برگرده روی این ارتباط، ولی فعلا سر لج و دعوا و جر و بحث رو داره. در مورد تصمیم این شخص داره میگه که این شخص دوست داره در کنار شما کامل بشه و اگر کیس احساسی کات شده شما هست تمایل داره که برگرده به سمت شما و حتی باهاتون تشکیل خانواده داشته باشه، ولی انگار کمی هم درگیر لجبازیه، چون حس میکنه ارتباط به خاطر کارهای شما از اون حالتی که باید بوده خارج شده و مقصر بیشتر چیزها شما هستید، یعنی شما رو مقصر میدونه. چیزی که راجع به این آدم میبینم بهتون دقت داره بچه‌ها و همین الان هم ممکنه که شما رو زیر نظر داشته باشه، اما در نبود تو چه احساسی داره و نبود تو چه حسی به این شخص داده. خب چیزی که اینجا میبینم این آدم در نبود تو یک حالت به هم ریختگی داره، انگار تمام دنیا باهاش قهر هستن و اوضاع و شرایطش خوب داره نمیچرخه و مسائل واسش به هم ریخته است. در نبود تو داره با خودش فکر میکنه بهتر از غم و ناراحتیش برای قدرت بیشتر استفاده کنه، بهت فکر میکنه، با کسی صحبت میکنه، ولی چیزی که میبینم در نبود تو حس خوبی نداره در کل و یک حالت عصبانیت، پرخاشگری و ناراحتی رو میبینم که یا با ابراز غرور و قدرت بیش از اندازه داره این حس ناراحتی و به هم ریختگی رو نشون میده. یعنی مثلا خیلی قلدر بازی در میاره، خیلی خودش رو میگیره، خیلی سعی میکنه خودش رو درگیر فعالیت هایی کنه که حواسش رو پرت کنه، یا اینکه خیلی زیاد لجبازی به خرج میده و ممکنه حتی برات نشونه، خبر یا پیامی بفرسته یا یه جوری از عمد کاری انجام بده که تو رو تحریک کنه، کسی که باهاش قهر هستی. ولی باز ببینیم از عواطف و احساسات این آدم. این شخص رو میبینم که احساس میکنه در ارتباطش با تو یک پنهانکاری وجود داشته و یا مسئله‌ای که بین شما و این شخص بوده اشتباه داشته پیش میرفته. این آدم با خودش فکر میکنه این ارتباط کاملا کات نشده، قابل برگشته، ولی این حالا کات کردن یا قهر کردن فرصتی شده تا یک سری چیزها کاملا آشکار و مشخص بشه و داره از این کات و قهر به نفع خودش استفاده میکنه. اما کسایی که عدد 1 رو انتخاب کردن، تا الان تفسیر برای کسایی بود که عدد 1، 2 و 3 رو انتخاب کرده بودن، اما کسایی که فقط و فقط عدد 1 رو انتخاب کردن، کسی که باهات کات یا قهر هست هنوز بهت فکر میکنه و راجبت نقشه و برنامه ریزی داره. این آدم احساسی که نسبت به تو داره براش متفاوته. در موردت با کسی داره صحبت میکنه و اون آدم در جهت منفی رابطه داره کار میکنه، یعنی بهش گفته خودت رو بگیر فعلنه، واند خودت رو، سعی کن غرور رو یک جورایی داخل وجود خودت حفظ کنی، بجنگی برای چیزهایی که میخوای، ولی خود این شخص انگار زیاد تمایل نداره وارد جنگ و دعوا بشه. چشمش به توه، هی حواسش به تو هست ببینه که تو چی کار میکنی و در نهایت اینطور میبینم که تا یک وعده زمانی آینده چیزی که اینجا وجود داره کارتای پیج و کارتای آس هستن و کارت دیفول هست. آس نداریم بچه‌ها، ببخشید، کارت دیفول هست. در یک وعده زمانی آینده یا ابتدای فصل آینده این شخص دوباره برمیگرده به زندگی و بازگشت داری با این آدم. ولی کسی رو میبینم حروف اسمی میتونه حرف میم داشته باشه، در بینتون داره یک کوچولو به هم ریختگی به خرج میده، یعنی یک جورایی داره اوضاع و شرایط رو به هم میریزه و دو به هم زنی میکنه. رابطه شما رابطه‌ایه که نیاز به پختگی داره. حالا این شخصی که کات کرده باهات یا قهر کرده، هر کسی که هست این رو بدون، ارتباطت باهاش یک ارتباطی که فعلنه سطحی نسبت به اون چیزی که باید باشه و این ارتباط پستی و بلندی و قهر و دعوا درش زیاده تا اون حالت خامی و ناپختگی که در 3 تا کارت پیج داریم می‌بینیم و کارت دیفول از بین بره. و این خیلی جالبه که هر 3 تا کارت، هر 4 تا کارت برای شما کارت‌های ابتدایی افتادن، کارت‌هایی که نشون میده خامی و ناپختگی در این ارتباط داره همه چیز رو به دست میگیره و بهتره مراقب باشید. کسایی که عدد 2 رو انتخاب کردن، شخصی که باهاش کات هستی، کات کردن با تو رو یک اوقات فراغت میدونه.
این آدم میدونه که قراره برگرده. این شخص درگیر پنهانکاریه، بهت دروغ گفته و دروغ هم میگه، دوباره به زندگیت برمیگرده. در وعده زمانی 5 احتمال این برگشت بسیار بسیار زیاد دیده میشه، ولی چیزی که اینجا برای تو میبینم این هستش که این شخص با یک پنهانکاری باعث میشه دوباره دلشکستگی و ناراحتی برات اتفاق بیفته، یا یک دروغی که گفته. اگر دوست هست یا آدمی هستش که یک جورایی در یک مسیر یا یک مکان گروهی باهات در ارتباط احساسی هست، در ارتباط دوستانه هست، این رو بدون که این شخص با یکی از اون آدم‌هایی که بینتون قرار داره یا باهاتون در یک گروه قرار داره در موردت صحبت میکنه. و اگر کیس احساسیه، این رو بدون که این شخص پنهانکاری داره، دوباره به سمت تو کائنات این شخص رو برمیگردونه، ولی به هم ریختگی ها ادامه داره. وعده بازگشت میتونه تا پایان همین مرداد باشه، یا نهایت شهریور میتونه نماد کارت 10 of Cups باشه. چیزی که اینجا برات میبینم این آدم برای تو خوشحالی میاره، ولی خیلی هم اعصابت رو به هم میریزه. خب کسایی که عدد 3 رو انتخاب کردن، کیس احساسی تو رو خیلی متفاوت میدونه. یک جورایی ارتباطش با تو رو سرمایه گذاری میدونه. کسی که باهات کات کرده، این آدم در حال چک کردنته، داره بهت نگاه میکنه. این شخص تو رو آدم قدرتمندی میدونه. انرژی که تو داری این آدم رو دوباره به سمت تو میکشونه و یک جورایی باعث میشه که اوضاع و شرایط بینتون دوباره جوش بخوره. چیزی که اینجا واسه تو میبینم این هستش که تا 10 وعده زمانی آینده باز کارت 10 of Pentacles به معنای ماه شهریور این شخص به سمتت برگشتن داره و حتی دریافت کادو و هدیه داری از طرف این آدم. اگر کسی هست که همینطوری باهاش قهر کردی یا یک جورایی کیس احساسی یعنی رابطه کات شده نیست، رابطه قهر و همچین چیزهایی هست، این رو بدون که این آدم با یک پیشنهاد مالی به سمت تو برمیگرده و این حتی ممکنه تا اواسط پاییز اتفاق بیفته و دریافت کادو، هدیه و سورپرایز و یک آفر، یک گیفت از طرف این آدم رو قطعاً خواهی داشت. این رو بدون که این شخص خیلی ارتباطش با تو رو سرمایه گذاری میبینه. حالا این سرمایه گذاری میتونه هم از لحاظ خانواده باشه، هم از لحاظ احساسی باشه، هم از لحاظ مالی. یعنی این شخص فقط و فقط به دنبال مسائل رمانتیک در مورد ارتباطش با تو نیست، یا مسائلی که خیلی حالت دوستی معمولی داشته باشه. پس حواست از بابت این شخص جمع باشه. قشنگای من که اعداد 1 تا 3 رو انتخاب کرده بودید. فایل قشنگتون اینجا به پایان رسید. امیدوارم لذت برده باشید و امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. اگر فایلتون رو دوست داشتید حتما لایک کنید و یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید بچه‌ها. خب اگرم نیت جدید دارید حتما برام بنویسید. کسایی که اعداد 4، 5 و 6 رو انتخاب کردن، ببینیم در حال حاضر کسی که باهات کات کرده یا قهر کرده در چه حاله و داره چی کار میکنه. خب کسی که باهات کات کرده یا قهر کرده به شدت ناراحتی خودش رو داره پنهان میکنه. این آدم از دستت عصبانیه، ولی روی اون عصبانیت سرپوش گذاشته. این شخص سعی میکنه احساساتش رو نسبت به تو پنهان کنه. اگر کسی باشه که باهاش قهر کردی نسبت به حس عصبانیت و رقابت طلبی و جنگجویی داره و منتظره که ازت یک نقطه ضعف به دست بیاره، ولی ممکنه که تا 6 وعده زمانی آینده یا 7 وعده زمانی آینده با این آدم یک ملاقاتی داشته باشی. چیزی که اینجا برای تو میبینم این هستش که این ملاقات میتونه یک سری احساسات جدید راجع به این شخص بهت بده، یک سری دیتاهای جدید راجع به این آدم بهت بده و متوجه بشی که این شخص هنوز نسبت بهت عواطف و احساسات داره. یک صحبت و مکالمه یا یک ملاقات اتفاقی با این آدم، هر کسی که هست برات اتفاق میفته و این شخص داخل اون صحبت مکالمه، داخل حالا اون دیدار اتفاقی نمیتونه خوب احساسات خودش رو کنترل کنه، هرچند که خیلی داره سعی میکنه. این آدم دوست داره که در کنارت قرار بگیره، چه حالا باش قهر کرده باشی، چه حالا رابطه کات شده باشه، دوست داره در کنارت قرار بگیره، چون در کنار تو بودن رو یک چیز مهیج میدونه، مسیرت رو دوست داره، زندگیت رو دوست داره، ولی حالتی که اینجا واسش میبینم فکر میکنه که در مقابل تو ضعیفه و ضعف یک جورایی در وجود خودش میبینه در مقابل تو و همین ممکنه باعث به وجود اومدن رقابت بین تو و این آدم حتی در یک رابطه احساسی بشه. خب ببینیم که تصمیم پنهان این آدم برای این ارتباط چیه؟ خب چیزی که راجع به این آدم میبینم این شخص دوست داره بهت برگرده و دوست داره با سیاست کنارت قرار بگیره.
اما انگار داره به خودش میگه که من ضربه و نیش و کنایه‌ام رو به این آدم میزنم. یعنی این شخص دوست داره با وجود اینکه دوست داره به سمتت برگرده، حالا چه رابطه‌ای کات شده باشه، چه رابطه‌ای که بینتون قهر اتفاق افتاده، با اینکه تمایل داره برگرده به سمت تو، در کارت ویلا فورچون دیده میشه، در کارت ایس آف پنتیکلز دیده میشه، اما ارتباطش با تو رو دوست نداره همیشگی داشته باشه. اگر رابطه‌ای هست بین تو و یک شخصی، حالا که قهر پیش اومده، دعوا پیش اومده، این رو بدون که این آدم نقشه ضربه زدن بهت رو داره. و اگر رابطه احساسی هست که کات شده، این شخص دوست داره ولی نمیخواد باور کنه این دوست داشتن رو، صرفا دوست داره خودش رو گول بزنه، بگه فعلا حالا بذار برگردم و این رابطه رو بلا تکلیف نگه دارم. پس تصمیم این آدم به بازگشته، ولی دوست داره که تو بهش خبر بدی، دوست داره که تو بهش پیام بدی. در مورد این شخص یک جورایی، خصوصا اگر متولد ماهای فصل بهار باشه، کوچولو حالت به هم ریختگی، به حالت درو بودن، یک جورایی صفر و صدی بودن، یک حالت مثلا داشتن دو تا چهره رو میبینم که ممکنه هر دو تاش رو تا الان بهت نشون داده باشه. خب اما ببینیم تو افکار و ذهن و قلبش چی میگذره. خب این شخص پشیمونی و ناراحتی داره، ولی دوست داره پرستیژ خودش رو حفظ کنه، غرور خودش رو حفظ کنه، ولی این رو بدون حتی به هم ریختگی و خواب شبونه به هم ریخته هم داره. راجع به این آدم اینطوری بهت بگم که یک جورایی لجاجت در کارش وجود داره، شک داره به سمتت بیاد یا نه، نمیدونه چی کار کنه. در مورد احساسات این شخص هم باز هم حالت صفر و صدی بودن رو میبینم. اگر کیس احساسی، این رو بدون خیلی نسبت بهت جاذبه داره و تو رو واقعا آدم جذاب میدونه و یکی از دلایل پشیمونی و ناراحتیش به خاطر همین جذابیتیه که تو واسش داشتی. و اگر کسی هستش که یک جورایی یک رابطه غیر احساسی بینتون کات شده، این رو بدون که این شخص رو یک فرصت میدیده برای خیلی چیزها و الان ناراحت از بابت کات شدن اون ارتباط و دوست داره که انتقام جویی کنه. پس حواست جمع باشه. خب تا اینجا برای تمام کسایی بود که 4، 5، 6 رو انتخاب کرده بودن. این 4 تا کارت فقط برای کساییه که عدد 4 رو انتخاب کردن. کسی که باهات کات کرده امید به برگشت داره، پشیمون و ناراحته و تا حدود نهایت 7 روز و 7 هفته آینده به سمتت برمیگرده. این شخص یواشکی چکت میکنه یا ازت میپرسه. این آدم حس میکنه که تو برگشتنی. اینطوری بهت بگم که این شخص خودش با سرفکندگی، پشیمونی و ناراحتی برمیگرده به سمتت و سعی میکنه ارتباطش رو مجددا درست کنه. اگر کسی هستش که ارتباط احساسی باهاش نداشتی، این آدم ازت درخواست مالی میکنه و توسط یک درخواست مالی به سمتت برمیگرده. این شخص سعی میکنه کم کم رابطش رو باهات درست کنه، چون تو رو مثل یک شانس میبینه. نگاه کن، کارت شانس برات افتاده. به این آدم اعتماد نکنی برات خیلی قشنگتر پیش میاد. خب کسایی که عدد 5 رو انتخاب کرده بودن، طرف مقابلت خیلی ظاهر نمایی میکنه. یعنی ممکنه در ظاهر اینطوری باشه که اوکی، من که اصلا پیشیم نشده، همه چی اوکیه، بدون تو میتونم ادامه بدم، ولی در باطنش به هم ریختگی زیاد میبینم. این شخص به شدت به هم ریخته است، خصوصا اگر کیس احساسی باشه. این آدم حس از دست دادن و فقدان داره، ولی خیلی مغروره، منتظر وای میسته که تو بهش خبر یا پیام بدی. و چیزی که اینجا میبینم برای این شخص، ممکنه که در حول و حوش ماهای فصل پاییز بهت خبر یا پیامی رو برسونه. مثلا ماهای فصل پاییز میتونه آبان و آذر باشه، ولی پیامی که بهت میده خیلی مغرورانه است. اگر یک دوست یا کسی هستش که مثلا در رابطه احساسی باهاش نبودی، بدون برگشتش برات خوب نیست، زحمتات رو باطل میکنه. این آدم باعث میشه بین تو و اطرافیانت اختلاف پیش بیاد و اگر کیس احساسی تلاش میکنه به سمتت برگرده، ولی تلاشش کافی نیست و مغرورانه و با منت این تلاش رو انجام میده و انتهای رابطت با این آدم به هم ریختگی داری. چه به مزاجت خوش بیاد چه نیاد. شاید از این حرفم بدتون بیاد بچه‌ها، ولی بهترین کاری که میتونم براتون بکنم اینه که فال رو، همون چیزی که هست، براتون بخونم و یک لحظه و گولتون نزنم بچه‌ها. و اینکه به هیچ عنوان گول زدن رو دوست ندارم. هر چیزی که براتون بیرون میاد، به فال تاروت اعتقاد دارید که اینجا هستید، هر چیزی که براتون بیرون میاد همون رو عیناً براتون میخونم. شاید هم به مزاجتون خوش نیاد. خب کسایی که عدد 6 رو انتخاب کردن،
کسی که طرف مقابلت هست این رابطه رو از اول جدی شروع نکرده بود، اما الان با نبود تو حس بدی داره، با نبود تو حس میکنه چیزی ازش کم شده، دوست داره برگرده به سمتت و تلاشش رو انجام میده. این تلاش رو من میبینم که در حول و حوش ماهای فصل پاییز و انتهای تابستان ممکنه انجام بده. چیزی که اینجا برای این شخص میبینم این هستش که به شدت سر دوراهیه. کارتایی که اینجا افتاده نشون دهنده ماهای فصل بهاره که الان نمیتونه مد نظر باشه، ولی کارتی که اینجا افتاده تو آف سورت به معنای ماه مهر، یعنی نهایتا تا ماه مهر یا نهایت تا 10 هفته آینده خبر و پیامی از این آدم دریافت میکنی. این شخص در حال حاضر پر از انرژی منفی، دوست داره راجبت بدونه ولی جرئت نمیکنه. این آدم نمیدونه آیا به سمتت قدم برداره یا نه. حتی اگر دوستت هم هست و کیس احساسی نیست، این رو بدون پشیمون از کاری که انجام داده، ولی نمیدونه باید چی کار کنه، نمیدونه چطور اوضاع و شرایط رو درست کنه. ارتباط با این آدم برات پایانش بد به نظر نمیرسه، خنثی باقی میمونه اگر دوستته. پس یک جورایی نمیتونم بهت بگم که این آدم بهت آسیب میزنه. این شخص ناراحت از اینکه تو رو ناراحت کرده و یک جورایی در حالت دوراهی قرار داره. راجع به این آدم ممکن ازش خبر و پیام بشنوی همون 10 هفته یا نهایتا ماه مهر، ولی این رو بهت بگم که ارتباطت رشد چندانی با این شخص نداره و اگر کیس کات شده است برگشت به سمت داره، ولی بلا تکلیف و خودت این ارتباط رو کات میکنی به خاطر اینکه دوست نداری بیش از این در ارتباط بلا تکلیف بمونی. خب قشنگای من که اعداد 4 5 و 6 رو انتخاب کرده بودید، فال قشنگتون اینجا به پایان رسید. امیدوارم دوستش داشته باشید. اگر دوستش داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و حتما فال رو از طریق لینک برای دوستاتون هم بفرستید. اگر نیت جدید مد نظرتونه حتما برام تو قسمت کامنت ها بنویسید بچه‌ها. خب کسایی که اعداد 7 8 و 9 رو انتخاب کردن، ببینیم کسی که تو رابطت رو باهاش کات کردی یا حالا قهرین یا حالا کات شدی در حال حاضر تو چه حالیه. خب این آدم رو میبینم که خیلی بیش از اندازه ناراحته. کارت دیول داره میگه که این شخص در زندگیش احساس سنگینی میکنه، حس میکنه که کسی گولش زده یا یک جوری حتی ممکنه خودش باشه که خودش رو گول زده، یعنی خودش رو مقصر میدونه، حس میکنه همه تقصیرها گردن خودشه، یک جوری خودش رو داره سرزنش میکنه. اما با 2 تا از دوستاش داره صحبت هم میکنه. دی هایروفنت میگه که این شخص مشتاق گفتگو داشته باشه با تو، ولی میترسه مقصر همه شرایط ها خودش باشه. پس یک جورایی میشه گفت که اوضاع و شرایط جالب و حال جالبی نداره و خودش پشیمون و ناراحت و به هم ریخته است. این شخص دوست داره اون حالت بدی که در این ارتباط اتفاق افتاده از بین بره. یک حس گول زدن، گول خوردن داره، حس میکنه هم گولت زده هم گول خورده ازت و یک جورایی هم دوست داره از خودش محافظت کنه هم دوست داره از تو محافظت کنه. حس و حال واقعی این آدم در حال حاضر اینه، ولی داره سعی میکنه تعادل خودش رو حفظ کنه. ببینیم که تصمیمش راجع به رابطش چیه. خب این آدم در کارت 6 of Wands دیده شده که دوست داره به سمتت برگرده، شک داره، پشیمونه، یک جورایی دلزده است، ناراحته، نمیدونه چی کار کنه و هی مدام داره چک میکنه که از طرف تو نشونه، خبر یا پیامی دریافت کنه. اگر کیس کات شده است کسی دور و برش داره میپلکه، ولی این آدم تمایل نداره با شخص دیگه وارد رابطه بشه. براش گزینه‌های دیگه هست ولی کلافه است، سرخورده است، ناراحته، خودش رو سرزنش میکنه، دوست داره برگرده به سمت تو. و اگر کیس احساسیت نیست و یک رابطه کات شده دیگه است، این شخص یک جورای خودش رو مورد سرزنش داره قرار میده و فکر میکنه وظیفشه که خودش بخواد به سمتت برگرده، ولی میترسه بیاد و از طرف تو رفتار بدی ببینه. خب ببینم که تو قلبش نسبت به تو چی میگذره. این آدم نسبت بهت عصبانیت داره و در ظاهر خیلی ممکنه وسواس و سخت بگیره همه چیز رو، ولی این عصبانیت رو نسبت به خودش هم داره. فکر میکنه هر 2 نفر به هم آسیب زدید. این شخص ممکنه که خیلی در ظاهر خوش به نظر برسه ولی باهات احساس ارتباط داره. این شخص فکر میکنه هر 2 نفر شما از یک جنس هستید، ناراحت از اینکه این ارتباط دوستانه یا احساسی رو به هم زده و حالت اینو داره که کارت دی هرمت داره میگه که این شخص دوست داره یک دوره تنها باشه، فعلا تنها بودن رو ترجیح میده و فکر میکنه اینطوری واسش بهتره و همه چیز واسش قشنگتر میگذره اگر تنهایی رو انتخاب کنه. خب باز ببینیم که
این شخص در قلب و ذهنش چی میگذره. این آدم گریه کردن و ناراحتی داشتن رو داره بچه‌ها و حالت این رو داره که انگار دوست داره برگرده به سمتتون، ولی خطا و اشتباهاتش رو نمیتونه پنهان کنه. چیزی که میبینم این شخص فکر میکنه ارتباطش با تو حسابی دیگه به سنگ خورد و تموم شد و با وجود این چیزایی که اتفاق افتاده برنگرده بهتره، ولی باز ذهنش میاد سمتت، دلش این رو میکشه که بیاد بهت خبر و پیام بده. این شخص فعلا تا 3 وعده آینده ممکنه برنگرده بچه‌ها، ولی وقتی برگرده حتما همه کارهاش رو یه جوری سعی میکنه جبران کنه. کسایی که عدد 7 رو انتخاب کردن، کسی که یک جورای ارتباط رو باهاش کات کردی در حقت بدی کرده و این بدی تا حد زیادی برات پنهانه. چیزی که اینجا واسط میبینم این شخص به سمتت برگشتن رو داره تا پایان همین مرداد میتونه باشه، یا نهایتا 6 هفته و دیگه خیلی بخواد بگذره 6 ماه آینده. ولی چیزی که اینجا برات میبینم 6 ماه هم زیاده. 5 of swords به معنای ماه بهمنه. نهایتا ماه بهمن رو در نظر بگیر. ارتباطت با این آدم پرفراز و نشیبه و در پایانش کات شدنش از سمت خودت دیده میشه. یعنی جورایی این آدم اگرم برگرده به سمتت کامل، حالت این رو داره که انگار خودت ارتباط رو کات میکنی، چون این شخص دروه، پنهانکاره، قصد داره که خودش رو تغییر بده ولی ذاتش اینه. خودش رو سرزنش میکنه، ناراحتی میکشه، ولی ذاتش اینه. ذاتش آدم گول زننده. این شخص یا در اون زمان نشونه و خبر به سمتت میفرسته و رابطه جوش نمیخوره، یا اگر هم جوش بخوره خیلی سریع کات شدنیه از سمت خودت. خب کسایی که عدد 8 رو انتخاب کردن، این آدم حسابی خودش رو سرزنش میکنه و مقصر میدونه، ولی دوست داره که تو به سمتش برگردی به خاطر اینکه میترسه به سمتت حرکت کنه. اگر نشونه ازت دریافت نکنه از این ارتباط میگذره. پس اگر شخص مهمیه واسه تو به سمتش خبر، نشونه یا پیام بفرسته، اینجوری واسه بهتره. این آدم باهات هنوز حس ارتباط داره. این شخص رو میبینم که اگر تو به سمتش نشونه نفرستی به سمتت بر نمیگرده. پس یک نشونه کوچولو، یک پیام کوچولو به هر بهونه‌ای که میتونی در حول و حوش 7 وعده زمانی واسش ارسال کن. اگر این کارو نکنی احتمال بازگشت به این رابطه کمرنگ و کمرنگ میشه. اگر کیس احساسی باشه، کیس احساسی یکی بیش از اندازه حساس و احساساتی، ولی به خاطر کارت نیروی نهایی این آدم میتونه برات خوب باشه. اگر هم یک رابطه دوستانه باشه، این رابطه دوستانه اینطوریه که خیلی کات و دعوا و جر و بحث و دیگه نمیدونم خاله زنک بازی داخلش زیاده. پس اگر حوصله و وقتش رو نداری این ارتباط انرژیت رو میگیره. ترکیب این دوتا کارت میتونه باشه، پس بهتره که از این شخص فاصله بگیریم. خب اما برسیم به کسایی که عدد 9 رو انتخاب کردن. کسی که باهاش کات کردی هنوز داره بهت فکر میکنه، به سمتت خبر و پیام میفرسته، اما انگار با خودش هم قهر این آدم. خبر و پیام رو به این زودی ها نمیفرسته. بین 3 هفته 3 ماه تا نهایتا ماه دی میتونه باشه که این خبر و پیام رو دریافت میکنی. چه کیس کات شده باشه، چه کیس احساسی، رابطت کم کم با این آدم درست میشه و درست شدن یهویی اتفاق افتادن همه چیز رو نمیبینم. کم کم مجددا ورود میکنه به زندگیت. اگر کیس کات شده است دور و برش کیسای احساسی دیگه هستن، ولی ترجیح میده دور باشه، فعلا فاصله بگیره و مسیر دیگه ای رو انتخاب کنه. این شخص فکر میکنه که تو هم ذهنن درگیرشه، اما قدم جلو نمیذاری و از دور صرفا داری نگاهش میکنی. خب قشنگای من، این فالتون بود عزیزای دلم. برای تک تکتون آرزوی موفقیت دارم. اگر دوستش داشتید لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و حتما زنگوله رو فعال کنید بچه‌ها.